کسی از جهنم خود نجات داده میتونه که خود در عمل کامیاب باشه، اول نمره باشه. به دیگران ننازیم که دیگراست، پدرم است، برادرم است، فلان است. نه نه نه، پیغمبر علیه السلام در حدیث میفرماید من بدأ به عمله، کسی که او را پس پشت سر انداخت عملش، سست ساختی آدم عملش، نتونست که سبقت بکنه، پیشروی بکنه از کسی دیگره، بلکه عملش ضعیف بود، ناتوان بود، نتونست که از دیگرها سبقت بکنه. کسی که او را سست ساخت عملش، لم یسرع به نسبه، نسبش او را تیز ساخته نمیتونه، ولو که بچه پیغمبر باشی. کنعان بچه نوح علیه السلام است، توحید نداره، غرق میشه. زن لوط علیه السلام زنش است، اهلش است، شریک زندگیش است، اما در عذاب الله باقی میمانه.